بالاخره ماشینی که می‌خواستم و تونستم پیدا کنم و گرفتمش. این ویدیو شروع ویدیوهای روآسالمونه. روآسال نسخه پیشرفته آردی و روهای معمولیه. موتورش از روها معمولی قوی‌تره، صندوق عقبش هم فابریکی 405. اگه این ماشین ارتفاع بخوره دف و فنرش دیده نشه، اکثرا فکر میکنن 405. ماشین تک برگ سنده و از سال 89 تا همین دیروز دست مالک اولش بود و از امروز مالک دومش منم. این ماشین بازسازی که نه، چون تمیزه، ولی قراره با هم جمعش کنم. از اونجایی که ازدواج کردم و زنم میگه با پیکانات منو بیرون نبر، مجبور شدم روآسال بگیرم که خانم افتخار بدن روی صندلی شاگرد بشین. خلاصه میخوام کوچیک‌ترین چیزی که یک نفر شک کنه ببینه آقا این روهای 405 اونا رو برطرف کنیم تا کلا رخ جی ال ایکس بگیره. شاید باورتون نشه ولی این ماشین بیرنگ و حیفم یا تغییر رنگی شده. اما اول کار نقره‌ای میکنم تمام رنگ، بعد که اگه دیدم خسته شدم و خیلی رخ باحالی نگرفته سفیدش میکنم. ولی فکر نکنم نقره‌ای خیلی بده بشه روی این ماشین. آفتاب سوختگی تا دلت بخواد این ماشین داره، ولی خب نسبت به ماشین 15 سال پیش واقعا مرتبه. در رابطه با موتورش هم بگم که موتور پیکان 1600 و این 1700. الان میگی وای 100 سی سی چقدر زیاد، ولی خب این 100 سی سی واقعا خودشون نشون میده. همه روآسال‌ها هم دوگانه کارخونه رو برای دیدن فیلمای جمع کردن این روآسال پیجمو فالو کن که از فردا ویدیوها شروع میشه.